سلام بچه ها، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. همونطور که بهتون قول داده بودم اومدم میخوام ترکیب رنگ رو به صورت علمی، بچه ها علمیشو بهتون آموزش بدم. چرا میگم علمی و تاکید روی علمی دارم؟ برای اینکه خیلی از ماها، خیلی حتی من در گذشته، حتی خودم رو دارم مثال میزنم، کسی دیگه رو مثال نمیزنم، خودم در گذشته میومدم تو پیج های مختلف یا توی مثلا حتی بعضی مثلا میومدی آپدیت میشدی تو آپدیت های مختلف تو جزوه هامون، اساتید میومدن میگفتن اینو بزن رو این پایه، خیلی اصلا رنگ خوشگلی بهت میده، مثلا رنگ نقره‌ای بهت میده، رنگ فلان بهت میده. خیلی راحت و خواهرانه و دلی بهت بگم، ببین گل من، زمانی که تو بیای حفظ کنی توی پیجی، حتی توی آپدیتت، معلمت بهت بگه استادت بیاد بگه که بیا اینو بزن، مثلا نقره‌ای میشه، اینو بزن یخی میشه، اینو بزن دودی میشه، قبول رو خیلی وقتا انجام میشه، خیلی وقتا خوش رنگم میشه، اما تا بشه تن و دلم میلرزه. چرا؟ چون باید پایه‌شناسی رنگ رو خوب بلد باشم، آنالیز رنگ خوب بلد باشم، تا بشه اون پایه دکولورم رو خوب بشناسم. اینا خیلی شرطه بچه. من ریز و درشت رو بهتون میگم، دوست داشتی لایکم کن، دوست داشتی کامنتی تشکر بذار، دوستم نداشتی اصلا هیچ کاری نکن. همون حتی اگه یک نفر از شما که داری این ویدیوهایی که دارم میذارم حالا در امروز و روزهای آینده، حتی اگه یک نفرتون، فقط یه نفرتون استفادهش بشه و راهگشا باشه، یه نکته ای رو از فیلم های من در بیاره که به دردش بخوره، همین برای من کافیه. این از این. حالا بریم سر ترکیب رنگ. بریم بچه ها، شما برای که ترکیب رنگ رو یاد بگیری باید رو جعبه رنگ هاتون نگاه کنید که مثلا فکر کنید جعبه رنگ، حالا باید نگاه کنید که ببینیم مثلا یه عدد نوشته، مثلا دارم میگم 4/43. مثلا 4/43 یعنی چی؟ ببین اونه که حالا تو کاره و چند سال داره کار میکنه که دیگه اوکی میدونه. خب ولی شما که از صفر داری شروع میکنه یا دوست داری که شروع کنی و به هر دلیلی نمیتونی فعلا بری آموزش ببینی، این نوع آموزش هایی که من میذارم و ببینی، شما فکر کن 60-70% راهو رفتی، میمونه تکنیکا که به صورت عملی بخواین نخواد باید بری دوره ببینی. خب ولی ترکیب رنگ رو برای کسایی که دارن کار میکنن و ایراد دارن، خیلی دارم این رو به این روی مانور میدم که شما اگر گوش کنید و دنبال کنید فیلم های منو خودم گلم گرم اولگاه اوکی میشی. خب و بدونید 4/43 که رو توی رنگت هست یعنی چی؟ ببین بچه‌ها، ما هممون میدونیم که این 4 قبل ممیز داره پایه رنگ من روشن، یعنی روشنی و تیرگی رنگ من رو به من نشون میده. یعنی اگه مثلا رنگ های مثلا 1 تا 5 میدونیم رنگ های تیرن، 5 تا 7 میدونم رنگ های نسبتا روشنن و رنگ های 8 تا 10 رنگ های روشنن. اینو برای خودتون تو دفترتون یادداشت کنین. اونایی که دوست دارید یاد بگیرید، به هر دلیل نمیتونید برید کلاس، اینا همه مطالبی هستن که تو کلاس ها گفته میشه بچه‌ها. و اعداد بعد ممیز چی رو من داره نشون میده؟ 4/43. خب تو دفترتون یادداشت کنید اعداد چه رنگ‌هایی رو به ما نشون میده. بچه‌ها توی تمام کاتالوگ های جهانی، چه ایرانی چه خارجی چه هرچی، تو تمامی برندها بیشتر، نمیگم هم تمامی، 80% تفاوت اعداد وجود داره، ولی اینا 80% کل رنگ‌های دنیاست. خب من نوشتم از قبل براتون، حالا نمیخواستم ویدیو طولانی بشه. ببینید عدد 1 نشون دهنده خاکستری و دودی هست. تو بعضی برندها نشونه خاکستریه، تو بعضی برند نشون دودیه، ولی فرقی نمیکنه. خب علائم اختصاریاشون هم همینجا براتون می‌نویسم. مسی رو با کانش رو میدن. بلوطی چون ترکیبیه، خب یه نمادی از مثلا RA، بستگی باز به رنگ داره نشون میدن. خب این از این. پس اگر شما در یک جعبه